خطاب حضرتش به امام حسین سلام الله علیه که یا جدا شما در کربلا تنها ماندید، من هم در این زمان تنها ماندم، من هم در صحراها تنها هستم، کسی به ندای من توجه ندارد و توجه نمی کند. مردم در یک طرف هستند و برای خود زندگی می کنند و من هم در یک طرف تنها ماندم. چرا به مردم نمی گویند من مظلوم هستم؟ مردم مرا فراموش کرده اند. برو به مردم بگو که امام زمانتان مظلوم و غریب است. من مظلوم ترین فرد عالم هستم، من مظلوم ترین فرد عالم هستم. دلم خون است.